شرح محتوای مهمترین رویدادهای روز از شبکه اطلاعاتی جهاننما. این ساعت در استودیو با شرح محتوای گزارش‌ها سفرخوجا رضازاده. طور اطلاع داده بودیم 18 سپتامبر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با سفر کاری جهت اشتراک در مباحثه‌های عمومی اجلاس 78 مجمع عمومی سازمان ملل متحد و اخر سران دولت‌های آسیای مرکزی و ایالات متحده آمریکا وارد شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا شدند. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در حوزه این چهاربینی‌ها با دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش ملاقات نموده. ضمن آن مسائل همکاری کشور ما با این سازمان بزرگ جهانی و نهادهای آن اینچنین روزنامه مباحثه‌های عمومی اجلاس 78 مجمع عمومی سازمان را مورد بررسی قرار دادند. همکسبانمان گزارش می‌دهند. 18 سپتامبر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با سفر کاری جهت اشتراک در مباحثه‌های عمومی اجلاس 78 مجمع عمومی سازمان ملل متحد و خوری سران دولت‌های آسیای مرکزی و ایالات متحده آمریکا وارد شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا شدند. اینچنین در نظر است که ضمن این سفر سرور دولت محترم امامعلی رحمان در همایش‌های سطح بلند سازمان ملل متحد اشتراک و سخنرانی کرده. در حاشیه این چهاربینی‌ها با یک قطار سران دولت‌ها مسائل همکاری‌های دوجانبه و بسیار جانبه تاجیکستان، مشکلات جامعه جهانی و دیگر مسائل‌های مبرم را بررسی نمایند. 18 سپتامبر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در حاشیه مباحثه‌های عمومی اجلاس 78 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا با دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش ملاقات کردند. در رفت ملاقات مسائل همکاری تاجیکستان و سازمان ملل متحد و نهادهای آن اینچنین روزنامه مباحثه‌های عمومی اجلاس 78 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار داده شد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که تاجیکستان بر رشد و توسعه مناسبت‌ها با سازمان ملل متحد اهمیت جدی می‌دهد و آن را یکی از شریکان کلیدی خود در عرصه بین‌المللی می‌شمارد. جانب‌ها ضمن ملاقات آید به مشکلات زیاد سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و امنیتی جامعه جهانی از جمله تشنج ژئوپلیتیکی، درگیری‌های مسلحانه، خطرهای تروریسم و اکستریمیسم، بحران‌های اقتصادی و مالیوی، تغییریابی اقلیم تبادل اندیشه کردند. تأکید گردید که تاجیکستان جهت رسیدن به هدف‌های رشد استوار، سرعت بخشیدن به عمل‌ها آید به روزنامه 2030 سعی و تلاش دارد و در این سمت استراتژی ملی رشد را برای دوره تا سال 2030 قبول کرده چندین برنامه‌های دیگر دولتی را مورد اجرا قرار داده است. در رفت ملاقات با سازمان ملل متحد برای دستگیری پیوسته از تشبس‌های گلوبالی تاجیکستان اظهار سپاس کرده شد. همکاری در سمت آب، تغییریابی اقلیم و تاثیر عاقبت‌های آن بر ذخیره‌های آب، پیشگیری آفت‌های طبیعی، رشد اقتدارهای تولید نیروی سبز، قبول قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از روی تشبس پنجم تاجیکستان آید به حفظ پریخ‌ها از موضوعهای اساسی ملاقات بودند. وابسته به وضع افغانستان همسایه تاکید گردید که تاجیکستان تمام امکانات لوجستیکی خود از جمله 6 پل را در مرز با این کشور برای رساندن کمک بشری به مردم آن فراهم گذاشته است. بازارهای نزد سرحدی از نو به فعالیت شروع کردند. با کشور همسایه نیروی برق، مواد غذایی و مصالح ساختمانی صادرات می شود. در رفت واخوری جانب‌ها همچنین آید به دیگر موضوعهای مبرم روزنامه بین‌المللی و منطقوی تبادل اندیشه کردند. 19 سپتامبر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا در واخوری سران دولت‌های آسیای مرکزی و ایالات متحده آمریکا اشتراک و سخنرانی کردند. همایش با استقبال سران دولت‌های آسیای مرکزی از جانب پرزیدنت ایالات متحده آمریکا و مراسم عکسبرداری خاطره‌ای اشتراکداران آغاز گردید. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا
дар вохӯрии сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико иштирок ва суханронӣ карданд. Ҳамоиш бо истиқболи сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ аз ҷониби президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва маросими аксбардории хотиравии иштирокдорон оғоз гардид. کاری همایش را با سخن مقدموی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جوزف بایدن افتتاح کرد. راهبران کشورهای آسیای مرکزی ضمن سخنرانی خود دایر به مسائل مهم روزنامه جلسه و تحکیم منبعدی همکاری‌های سودمند دولت‌های همایش یک قطار پیشنهادها نمودند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اظهار اطمینان نمودند که نتیجه‌های ملاقات امروزه به تحکیم منبعدی همکاری‌ها در صیغه آسیای مرکزی ایالات متحده آمریکا مساعدت خواهد کرد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند که تاجیکستان کوشش‌های کشورها را برای رشد همکاری در ساحه‌های اقتصاد، نقلیات و کمونیکاسیا، آب و انرژتیکا و دیگر مسائل مبرم رشد استوار کاملا دستگیری می‌کند. در زمینه وظیفه تأخیرناپذیر پیشبرد اقتصاد سبز تاجیکستان بر رشد انرژتیکای سبز اهمیت اولین درجه می‌دهد. تأکید کردند پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان. ضمن سخنرانی سرور دولت اومید به استفاده ثمرناک ذخیره‌های گیدروانرژتیکی تاجیکستان، استحصال نیروی سبز، تشبس‌های جهانی تاجیکستان در سمت حل مسائل گلوبالی از قبیل تغییرآبی اقلیم و تأثیر آن، آبشوی، پریخ‌ها و دیگر مشکلات جامعه جهانی که بر رشد و پیشرفت کشورها مانع جدی ایجاد می‌کنند، اندیشه‌رانی کردند. در برآمد خود پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان توجه سران دولت‌ها را به مسئله افزایش تهدید و خطرها، مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم، گردش غیرقانونی مواد نشه‌آور، تأمین امنیت منطقوی، وضع سیاسی افغانستان و حفظ سرحد دولتی تاجیکستان جلب نموده در این روند همکاری و مساعدت شریکان بین المللی را ضرور شمردند. تأکید گردید که تاجیکستان اقتدار لوجستیکی خود از جمله 6 پل در مرز با افغانستان را برای رساندن کمک بشردوستانه به اهالی کشور همسایه پیشکش نموده، نیروی برق و توسط بازارهای نزدیک سرحدی که فعالیتشان از نو به راه مانده شد، مسائل ساختمانی و مواد غذایی صادرات میکند. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که ثبات در افغانستان عامل مهمی رشد رابطه‌های بین منطقوی میباشد. از این رو ما منفعت‌دار هستیم که صلح و ثبات در این کشور هرچه زودتر برقرار شود. در آخر سخنرانی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان بار دیگر از موقع استوار و تغییرناپذیر تاجیکستان در حل مسائل مبرم جامعه جهانی و منطقوی و رشد و توسعه همکاری‌ها یادآور شده اظهار داشتند که ما قبول اعلامیه این همایش را جانبداری میکنیم. باید گفت که از روی نتیجه کار واخوری سران دولت‌های آسیای مرکزی ایالات متحده آمریکا اعلامیه سران دولت‌ها قبول گردید که در آن مسائل مبرم جهانی و منطقوی و سمت‌های اساسی همکاری‌ها بین کشورهای این همایش درج شدند. 19 سپتامبر در قرارگاه سازمان ملل متحد واقع در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا سمیت هدفهای رشد استوار تحت عنوان سفربر نمودن مالیه و سرمایه‌گذاری اینچنین واسطه‌های تطبیق هدفهای رشد استوار برگزار گردید. در کار همایش دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، راهبران دیگر دولت‌ها، کارشناسان بین المللی، نمایندگان ساختارهای سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین المللی اشتراک کردند. در قرارگاه سازمان ملل متحد واقع در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا سمیت هدفهای رشد استوار تحت عنوان سفربر نمودن مالیه و سرمایه‌گذاری اینچنین واسطه‌های تطبیق هدفهای رشد استوار برگزار گردید. در کار همایش دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، راهبران دیگر دولت‌ها، کارشناسان بین المللی، نمایندگان ساختارهای سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین المللی اشتراک کردند.
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар саммити ҳадафҳои рушди устувор бо нутқи пурмуҳтаво баромад намуданд. зимни суханронӣ сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба дарёфти роҳҳои ҳалли мушкилоти маблағгузорӣ, бартараф кардани омилҳои таъсирбахши он ба рушди кишварҳо ва дигар масъалаҳои мубрами рӯзномаи саммит андешаронӣ карданд. таъкид гардид ки имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ бояд возеҳ дарк намояд ки мавзӯи маблағгузорӣ барои рушд аз омилҳои муҳими раванди ноил гардидан ба ҳадафҳои рушди устувор маҳсуб меёбад. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зарур шумурданд ки дар робита ба воқеияти феълии ҷаҳони муосир сохтори низоми байналмилалии молиявӣ таҷдид гардад. кишварҳоро зарур аст ки сиёсати масъулиятноки пулию қарзиро роҳандозӣ карда ҳамоҳангсозии сиёсати макроиқтисодиро тақвият бахшанд, то ки барои кишварҳои рӯбатараққӣ, камтараққӣ ва ҷазиравӣ ҷиҳати татбиқи рӯзномаи 2030 фазои мусоиди байналмилалӣ фароҳам оварда шавад, изҳор доштанд президенти ҷумҳурии тоҷикистон. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз тадбирҳои ҳукумати мамлакат ёдовар шуда иброз доштанд ки тоҷикистон ҷиҳати рафъи оқибатҳои мушкилоти молиявию иқтисодӣ ва истифодаи ҳамаҷонибаи иқтидорҳои мавҷуда ба мақсади таъмин намудани рушди босамари иқтисодӣ тадбирҳои иловагӣ андешида ба хотири тавсеаи имкониятҳои маблағгузории бахши иҷтимоӣ талош мебарзад. ба андешаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар баробари равона кардани маблағҳои дохилӣ фароҳамсозии шароити байналмилалии мусоид барои афзоиши истеҳсолот ҷиҳати ноил шудан ба ҳадафҳои рушди устувор нақши муҳим мебозад. барои мусоидати фаъоли кишварҳо ҷиҳати рушд зарурати бештар намудани ҳаҷми кӯмакҳо муҳим аст. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид намуданд ки мо бо дарназардошти хатару таҳдидҳои муосир аз амалҳои махсус ки ба рушд равона шудаанд ҷонибдорӣ менамоем. паёмадҳои манфии хатару таҳдидҳои муосир ва оқибатҳои манфии тағйирёбии иқлим ҷиҳати ноил шудан ба рушди устувор монеаи ҷиддӣ эҷод мекунанд. аз ин рӯ сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон андешидани тадбирҳои самарабахшро дар самти коҳиш додани таъсири ин омилҳо ва муттаҳидсозии кӯшишҳои кишварҳо дар сатҳи минтақавӣ ва байналмилалӣ зарур шумурданд. Give the floor to His Excellency Emomali Rahmon, President of the Republic of Tajikistan. محترم جناب دبیر کل سازمان ملل متحد، محترم رهبران هیئت‌ها، خانم‌ها و جنابان، امروز جامعه جهانی باید واضح در نماید که موضوع مبلغ‌زاری برای رشد از عامل‌های مهم روندی نائل گردیدن به هدف‌های رشد استوار محسوب می‌یابد. همچنین کشورها را ضرور است که سیاستی مسئولیتناک پولی و قرضی را راه اندازی کرده هم آهنگسازی سیاستی ماکرواقتصادی را تقویت بخشند تا برای کشورهای رو به ترقی جهت تطبیق روزنامه 2030 فضای مساعد بین‌المللی فراهم آورده شود. امروز حکومت تاجیکستان جهت رفع عاقبت‌های مشکلات مالیوی و اقتصادی و استفاده همه‌جانبه اقتدارهای موجوده به مقصد تامین نمودن رشد با ثمر اقتصادی تدبیرهای اضافی اندیشیده و خاطر توسعه امکانیت‌های مبلغ‌زاری بخش اجتماعی تلاش می‌ورزد. ما چنین می‌شماریم که در برابر روانه کردن مبلغ‌های داخلی فراهمسازی شرایط بین‌المللی مساعد برای افزایش استحصالات جهت نائل شدن به هدف‌های رشد استوار نقش مهم می‌بازد. تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری که عامل‌های اساسی رشد استحصالات میباشند باید تقویت یابند و به روند انتقال تکنولوژی‌های نوی از جهت اکولوژی استوار مساعدت کنند. پیامدهای منفی خطر و تهدیدهای معاصر و کوشش‌های ما جهت نائل شدن به رشد استوار مانع جدی ایجاد میکنند، مخصوص عاقبت‌های منفی تغییریابی اقلیم که در دوام 10 ساله آخر بیشتر به نظر میرسند مثال واضح این گفته هاست. در نتیجه تغییریابی اقلیم افزایش یافتن خطر آفت‌های طبیعی و آسیب پذیری اهالی از آن در تاجیکستان یکی از مشکلات جدی در راه نائل شدن به رشد استوار می باشد. علاوه بر این طی 10 سالهای آخر به طور نظررس آب شدن پیرک‌های تاجیکستان مشاهده می شود که پیامد آن برای تمام منطقه نگرانی کننده است. مسلم است که اندیشیدن تدبیرهای ثمره‌بخش
در سمت تغییریاب اقلیم متحدسازی کوشش‌های ما را در سطح منطقوی و بین المللی تقاضا می‌کند. البته گزارش بر رشد اقتصادی سبز سرمایه‌گذاری‌های نظررس را برای رشد انفراساختار و استحصال انرژی سبز از منبع‌های برقرار شونده طلب می‌کند. در این سبب جمهوری تاجیکستان برای همکاری مؤثر با شریکان رشد آمادگی خویش را اظهار می‌دارند. تشکر. 19 سپتامبر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در قرارگاه سازمان ملل متحد واقع در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا در حوزه مباحثه‌های عمومی اجلاس 78 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با پرزیدنت جمهوری مردمی دموکراتیک الجزایر عبدالمجید تبون ملاقات کردند. در رفت ملاقات مسائل تحکیم و گسترش رابطه‌های تاجیکستان و الجزایر مورد بررسی قرار داده شد. جانب‌ها ضمن واخوری به مسئله توسعه رابطه‌های دو کشور در ساحه‌های برای هر دو جانب مفید، همچنین مسائل مبرم روزنامه مباحثه‌های عمومی اجلاس 78 مجمع عمومی سازمان ملل متحد توجه ظاهر نمودند. 19 سپتامبر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در قرارگاه سازمان ملل متحد واقع در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا در حوزه مباحثه‌های عمومی اجلاس 78 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با پرزیدنت جمهوری قرقیزستان صدر جپاروف ملاقات کردند. در جریان واخوری مسائل همکاری تاجیکستان و قرقیزستان بررسی شد. جانب‌ها در برابر محاکمه رابطه‌های دو جانبه اینچنین عاید بر روزنامه همایش مباحثه‌های عمومی اجلاس 78 مجمع عمومی سازمان ملل متحد تبادل اندیشه کردند. 19 سپتامبر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در حوزه مباحثه‌های عمومی اجلاس 78 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا با پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران محترم سعید ابراهیم رئیسی ملاقات نمودند. در رفت ملاقات تحکیم من بعده مناسبت‌های تاجیکستان و ایران و مسائل مبرم منطقوی و بین المللی مورد بررسی قرار داده شد. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در حاشیه مباحثه‌های عمومی اجلاس 78 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا با پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران محترم سعید ابراهیم رئیسی ملاقات نمودند. در ملاقات تحکیم میبعده مناسبت‌های تاجیکستان و ایران و مسائل مبرم منطقوی و بین المللی مورد بررسی قرار داده شد. رهبران دو دولت از مکالمه سازنده سیاسی اظهار قناعتمندی نموده ادامه موفقانه رابطه‌ها پیش از همه در ساحه‌های تجارت و اقتصاد، انرژتیک، نقلیات و ترانزیت، سیاحی، همکاری بسیار سمته منطقه‌ها و ولایت‌های دو کشور، افزایش پروازها بین دو کشور و ساده گردانیدن رفت آمد مردمان دو کشور را ضرور شمردند. تأکید گردید که تطبیق عملی برنامه همکاری‌های اقتصادی و تجارتی بین دو کشور تا سال 2030 و ادامه فعالیت با ثمر کمیسیون مشترک بین حکومتی برای عملی سازی هدفها اهمیت خاص خواهد داشت. در جریان واخوری رهبران دو دولت همکاری کشورها را در چهارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی از جمله سازمان ملل متحد و نهادهای آن، سازمان همکاری اقتصادی، سازمان همکاری شانگهای و سازمان همکاری اسلامی محاکمه کردند. در رفت ملاقات جانب‌ها عاید به افزایش تهدید و خطرهای معاصر از قبیل تروریسم، افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر، جنایت‌های متشکل فراملی و جنایت‌های کیبری که به وضع امنیتی کشورها مشکلات جدی ایجاد می‌نمایند تبادل اندیشه نمودند. وابسته به وضع افغانستان تاکید کرده شد که تاجیکستان و ایران به حیث همسایه‌های نزدیکترین به برقراری صلح و ثبات در این کشور بیش از دیگران منفعت دارند. در رفت ملاقات جانب‌ها همچنین عاید به دیگر مسائل مورد توجه گفتگوی سودمند انجام دادند. اطلاع بیشتر عاید به این و دیگر رویدادهای مهم روز را شما می توانید از سامانه اینترنتی ما www.gtv.tg دسترس نمایید. با شبکه جهان ما بمانید.